3 افسانه در مورد خوشبختی وجود دارد که دکتر راس هریس آنها را فریب در معنای خوشبختی می‌داند. افسانه غیرواقعی اول: خوشحالی حالت طبیعی انسان است. بسیاری از ما فکر می‌کنیم خوشحالی حالت طبیعی بدن ماست و ما در طول روز باید خوشحال باشیم. حال با توجه به ماهیت دنیای ناپایدار درونی، آیا می‌توانیم این افسانه را باور کنیم؟ واقعیت این است که دنیای درون مجموعه‌ای از احساس‌های متفاوت است و احساس‌ها نیز مانند آب و هوا دائما در حال تغییر هستند و ما قطعاً نمی‌توانیم همیشه خوشحال باشیم. حالت طبیعی انسان تغییر مداوم احساس هاست و خوشحالی و شاد بودن یکی از احساس هایی است که ما در جریان زندگی تجربه می کنیم. افسانه غیرواقعی دوم: خوشبختی یعنی احساس خوب داشتن. اگر به معنای خوشبختی در فرهنگ لغت نگاه کنیم، متوجه می شویم که خوشبختی یعنی رضایت و لذت. اما اگر تصور شما از خوشبختی این است، شما هیچگاه احساس خوشبختی پایدار نخواهید داشت، چون احساسهای خوب پایدار نیستند. به شادترین لحظات زندگیتان نگاه کنید. چقدر آن لحظات قبل از آن که دوباره به ناامیدی و اضطراب برگردد دوام آوردند. خوشبختی یعنی پذیرفتن و زندگی کردن همه احساسهایی که انسان در زندگی میتواند داشته باشد. هر اتفاقی در زندگی در کنار احساسهای خوبی که به ما میدهد، احساسهای دردناکی هم به ما میدهد. افسانه غیرواقعی سوم: اگر خوشحال نباشید حتما نقصی دارید. در این افسانه به ما القا می شود که احساسهای دردناک طبیعی نیستند و شاید حتی ما را به سمتی سوق دهند که برای رهایی از احساسهای تلخ به قرص و دارو روی آوریم. در صورتی که اگر خوشحال نیستید طبیعی هستید، چرا که زندگی سخت است. زندگی سخت و چالش انگیز است و این واقعیت به این معناست که ما نمیتوانیم همیشه خوشحال باشیم و این نشان دهنده نقص نیست. حال با توجه به ماهیت جهان درونیمان و تعریف‌های اشتباهی که از خوشبختی به ما دادند، پس معنای خوشبختی چیست؟ در مورد معنای خوشبختی تعریف‌ها و دیدگاه‌های زیادی وجود دارد و همانطور که متوجه شدیم افسانه‌ها و باورهای اشتباهی نیز وجود دارد، اما با توجه به دنیای درونی و ناپایداری آن شاید بتوان به خوشبختی از دو دیدگاه دیگر هم نگاه کرد.